تصور کن یه روز بیدار میشی. همون آدمی هستی که همیشه آرزوشو داشتی. انگیزه داری، پر از انرژی و دقیقا میدونی باید چی کار کنی. ولی بعد یه لحظه چشاتو باز میکنی و میبینی هنوز همون زندگی تکراری. همون بیانگیزگی. همون حس شکست و ناامیدی. سوال اصلی اینه: چرا بعضیا هر روز انگیزه دارن، پیشرفت میکنن، ولی من نه؟ منم خیلی وقتا این حسو داشتم. صبح‌ها با 1000 تا فکر بیدار میشدم، ولی هیچ کاری نمیکردم. فقط مینشستم و فکر میکردم. انگار یه چیزی توی وجودم خاموش بود، تا اینکه یه روز یه جمله زندگی منو عوض کرد: تو بیانگیزه نیستی، تو گم شدی. ما آدم‌ها انگیزه نداریم چون نمیدونیم چرا باید حرکت کنیم. چون هدف نداریم، یا اصلا بدتر، چون هدفی رو دنبال میکنیم که مال خودمون نیست. بر اساس تحقیقات روانشناسی، انگیزه واقعی از درون آدم میاد، نه از بیرون. اسم اینو گذاشتن motivation by purpose، یعنی انگیزه‌ای که از معنا میاد. وقتی ندونی چرا باید موفق بشی، هیچ اپی، هیچ ویدیو انگیزشی و هیچ آکادمی و آدم موفقی نمیتونه کمکت کنه. اما وقتی یه دلیل واقعی داشته باشی، یه چرا، همه چیز تغییر میکنه. مثلا بگی من میخوام موفق شم چون بچم لیاقت یه پدر قوی رو داره، یا من میخوام رشد کنم چون دیگه نمیخوام مثل بقیه زندگی کنم. حالا اگه تو هم حس میکنی دیگه انگیزه ای نداری، این چند تا قدم رو با من انجام بده. یک چرایی پیدا کن. هدف چی نیست، چراییت چیه؟ 2 کارتو کوچیک کن. فقط یک قدم در روز. انگیزه از اقدام میاد، نه از فکر. 3 خودتو با آدمای بی انرژی احاطه نکن. انرژی مصریه. 4 مقایسه نکن. مسیر تو فرق داره. تمرکز کن روی نسخه دیروز خودت. 5 به خودت پاداش بده و یا برای خودت جشن بگیر. حتی برای بردای کوچیکت. مغزت اینو جایزه میدونه و تکرار میکنه. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی، یعنی هنوز یه چیزی توی قلبت روشنه. یعنی هنوز تسلیم نشدی. یعنی تو هم میتونی، فقط باید دوباره خودتو پیدا کنی. همین امروز، همین الان. یه قدم کوچیک بردار، یه چرایی برای خودت بنویس و یه کار کوچیک انجام بده. و اگه حس کردی که این ویدیو بهت کمک کرد، من اینجا هستم که تا با هم ادامه بدیم. پس سابسکرایب کن و این سفر رو با هم شروع کنیم، چون موفقیت برای همه است، حتی برای تو.